نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا. إخوتي يا من حفظتم نص دستور السماء، رتلوه واحفظوه تسعدوا يا أوفياء. رتلوه في قيام الليل دوما بالصفاء، واجعلوه ديدن القلب ومفتاح الوفاء. بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. الله رو بی نهایت سپاس گذاریم از اینکه بار دیگر بر ما و شما منت نهاد تا در برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های حفظ قرآن کریم گرد هم بیاییم در درسی دیگر از درس‌های قرآنی من در امتداد حفظ کلام الله مجید از ابتدای سوره مبارکه بقره تا پایان سوره مبارکه حج پیش آمدیم. در بخش پایانی آیات پایانی سوره مبارکه حج در آخرین صفحات جزء 17 از کلام الله مجید قرار داریم و بیاری الله متعال آیات باقی مانده از سوره مبارکه حج رو در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به همراه شما عزیزان به ترجمه معانی این آیات و در فاصله این برنامه تا برنامه پیش رو تلاش خواهیم کرد تا این آیات رو هم به گنجینه آیات حفظ شده از کلام الله مجید که در برنامه‌های گذشته به همراه شما حفظ کردیم اضافه بکنیم و سعی تلاش بیشتری داشته باشیم در فهم بهتر آیات قرآنی و تلاش بیشتری داشته باشیم در عمل فراگیرتر به آیات کلام الله مجید. مطابق هر برنامه میان برنامه کوتاه خواهیم دید. باز نگریم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با آیات 70 و 71 به بعد از سوره مبارکه حج تا پایان این سوره مبارکه همراه ما باشید. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. و اموال خود را در میانتان به ناحق نخورید و به عنوان رشوه قسمتی از آن را به حاکمان ندهید تا بخشی از اموال مردم را به گناه بخورید در حالی که شما می‌دانید که این کار گناه است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا. إخوتي يا من حفظتم نص دستور السماء، رتلوه واحفظوه تسعدوا يا أوفياء. رتلوه في قيام الليل دوما بالصفاء، واجعلوه ديدن القلب ومفتاح الوفاء. بالقرآن نحيا
نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا. با عرض سلامی دوباره خدمت همه شما خوبان و سروران در برنامه‌های گذشته به همراه شما عزیزان از آغاز سوره مبارکه حج مشاهده کردیم که چگونه الله متعال سوره مبارکه حج رو با تصویری از قیامت آغاز نمود و گویی که این معنا رو برای ما تداعی می کرد که حج باید شما رو به دنیای دیگر و قیامت یادآور باشد و به یاد شما بیاندازد که کفن پوشان آنگونه‌ای که احرام می‌بندید و از خانه و کاشیانه خود رخت هجرت می‌گیرید و بار سفر بر می‌بندید، از این دنیا هم کفن پوشان در سالهای پیش روی عمرتان رخت سفر می‌بندید و توشه عبادت رو با همراه خود خواهید گرفت و در صحرای محشر آنگونه‌ای که در عرفات گرد هم آمدید همه کفن پوشان در صحرای محشر بدون این کفنها همه گرد هم خواهید آمد، به محضر الله متعال حاضر خواهید شد. در ادامه الله متعال از مجادله حق و باطل و مؤمنین به این دعوت و مخالفین آن صحبت فرمود و شبهات آنها را مطرح کرد و پاسخ گفت و همچنین در ادامه حکایت الله متعال به آیات حج اشاره فرمود و احکام حج رو برای ما معرفی نمود و تاریخچه حج و ابراهیم علیه السلام که آغازگر این دعوت در کنار کعبه بود ادامه یافت. حکایت آیات سوره حج با اذن جهاد و اجازه دفاع در برابر ظلم و ستم متجاوزین و دشمنان توحید و الله متعال درباره یاری کسانی سخن فرمود که یاری میکنند دین الله متعال رو و برای ما یادآوری کرد سرنوشت کسانی که عذاب شدند و از بین رفتن. در امتداد این آیات الله متعال به هجرت و احکام هجرت و فضایل هجرت اشاره فرمود و کسانی که در راه الله متعال از هیچ کوچک و بزرگی دریغ نمی کنند و خانه و کاشیانه رو ترک می کنند فقط به خاطر کسب رضایت الله متعال و سرانجام نیکوی این مهاجران در راه خود بشارت داد با آنها و سخن فرمود و اشاره فرمود همچنان به دلایل عظمت خود و قدرت خود در آسمان ها و زمین. در آیه 70 که آخرین آیه درس گذشته بود خواندیم که الله متعال فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. الم تعلم، آیا نمیدانی ای مخاطب قرآن، ای کسی که این آیات رو میخوانی، ان الله، همانا که الله خالق آسمان ها و زمین، اون ذات با عظمت یعلم و میداند، ما فی السماء والارض، هر آن چیزی که فی السماء والارض در آسمان هاست، در آسمان است و در زمین. الله متعال همه آنها را، همه مخلوقاتی رو که در آسمان ها و زمین دارد همه را میداند و از حال همه مطلع است، ظاهر و باطن آنها. ان ذلک فی کتاب، و همانا همه اینها رو در کتابی پیش خود ثبت کرده است به نام لوح محفوظ. حال هر آنچه که در گذشته بوده است و حال و هر آنچه که در آینده خواهد بود. ان ذلک علی الله یسیر، این امر ثبت هر آنچه در آسمان است و زمین و دانستن آن برای الله متعال آسان است. در برابر این عظمت و قدرت الله متعال که
مالک آسمان ها و زمین است، تو خالق آسمان ها و زمین و مدیر و مدبر آسمان و زمین و هر آنچه که در آسمان ها و در زمین است. عده‌ای از بندگان الله متعال، عده‌ای از انسان ها و جن ها به جای آنکه به عبادت و پرستش این ذات واحد احد، این قدرت مطلق الله متعال بپردازند و آن صفات کمالی که دارد و او رو به یگانگی عبادت بکنن، آمدن و عبادت غیر او رو هم با او شریک کردن به حجت‌های واهی و با استدلال‌های پوچ و بدون هیچ دستاویزی از علمی که از نقل گذشتگان باشد یا از عقل انسان‌های سلیم. و یعبدون من دون الله، عده‌ای عبادت میکنن، یعبدون عبادت میکنند من دون الله، به غیر از الله تعالی. من دون الله، بدون الله. من دون الله دو معنی داره در عربی که همین دو معنی رو عیناً در فارسی هم ما به کار میبریم. کلمه من دون الله رو دقت کنید عزیزان. بسیاری از گمراهان و اهل بدعت و خرافه کلمه من دون الله رو بت ترجمه میکنن، در حالی که بت یکی از مصادیق من دون الله است. معنی دقیق کلمه من دون الله خیلی ساده است. دون در فارسی هم ما کلمه دون رو استفاده میکنیم به دو معنی. یکی دون به معنای فرومایه، انسان دون است فلانه، یعنی فرومایه است، یعنی درجه و مقامش پایین است. با این تعبیر، با این لفظ، با این معنا، یعنی درجه و مقام پایین تر، من دون الله میشه هر آن چیزی که درجه و مقامش پایین تر از الله تعالی است، یعنی همه مخلوقات الله متعال. و معنی دیگری کلمه دون یعنی غیر. من دون الله یعنی غیر الله تعالی. در فارسی هم میگیم بدون، میگیم بدون، هم آمدن بدون فلانی، بدون این، بدون آن، یعنی به غیر از این، به غیر از آن. معناش در فارسی هم با این تعبیر استفاده میشه و کاربرد داره. من دون الله دو معنی داره، دو معنی میده که هر دو معنی یک مفهوم رو میرسونن. اگر بگیم من دون الله یعنی پایین رتبه تر از الله متعال، باز هم میشه تمام مخلوقاتش. معناش اینه که تمام مخلوقات الله متعال، ملائکه، انبیا و دیگر مخلوقاتی که دارد از انسان ها در درجه و مقام مختلفن، اما همه از الله متعال پایین ترن. من دون الله یا به این معناست و یا معنای دیگرش غیر الله تعالی، باز هم غیر الله تعالی میشه مخلوقات الله تعالی. هر دو تعبیر یک معنا رو میرسونن، مخلوقات الله تعالی. من دون الله یعنی آنچه که غیر الله تعالی است، مخلوقات الله تعالی، ملائکه، انبیا، انسانها، جنها، ستارگان، ماه، خورشید، سنگ، چوب، هر چیزی که مخلوق است معنای من دون الله است. من دون الله یعنی هر چیز غیر الله تعالی. و یعبدون، انسانهایی میپرستن، من دون الله، به غیر از الله متعال رو، غیر الله متعال رو میپرستن. پرستش به چه معناست؟ یعبدون یعنی چی؟ عبادت کردن. عبادت کردن یعنی اظهار ذلت و خواری در برابر ذاتی با نیت اون که این ذات به من نفع و ضرر میرساند از روی محبت و یا ترس. این معنای عبادت. معنای عبادت اینه اظهار عجز و شکستگی. اصلا خود عبد یعنی عاجز، یعنی شکسته. در عربی به خیابان‌ها و جاده‌هایی که کوبیده میشه و سخت میشه، به تعبیر خودمونی تر، حالا نمونه سادهش آسفالت میگن طرق معبده، طریق‌های، راه‌هایی که کوبیده شده، سفت شده، ذلیل شده، خورد شده و سفت و سخت شده. از وقتی خورد میشه غلطک راه میره روی سنگ‌ها، میشکنه اونها رو، ذلیل میکنه این سنگ‌ها رو، خاک میکنه اونها. این معنای عبادت است. عبادت یعنی اظهار ذلت و عجز و خاکساری در برابر ذاتی
که انسان اون ذات رو قابل دارای قدرت میدونه، دارای شوکت میدونه و امید داره که به او منفعتی برساند، یا امید داره که مضرتی و ضرری رو از او دفع بکنه و امید داره به او و میترسه از او، از قدرت او، میترسه از قدرت او و توانایی او و امید بسته و دل بسته به قدرت و توانایی او. عبادت میکنن من دون الله رو، این احساس رو در برابر غیر الله تعالی دارن. اونها رو موجوداتی فرابشری میدانند. احساس میکنن این انسانها این مخلوقات، حالا ملکی باشه، نبی باشه، سنگی باشه، چوبی باشه، به معنای عامش من دون الله، اینها توانایی هایی دارن، اینها میتونن جلب منفعت بکنن یا دفع مضرت بکنن. به همین خاطر در برابر اونها اظهار عجز و شکستگی و خاکساری دارن. برای اونها عبادت‌های مختلف انجام میدن، یعنی برای تقرب پیش اونها میرن عبادت‌های مالی دارن، عبادت‌های جانی دارن، عبادت‌های زبانی دارن، صدقه میکنن، نذر و نیاز میکنن، قربانی میکنن و برای اونها شور زرد درست میکنن، آش عجیب و غریبی رو به نام اونها میان و نذر میکنن، یا نوشیدنی، خرمایی، کیکی یزدی، همه اینها میتونه باشه، شکلاتی، هر چی که میخواد باشه. وقتی که نذر میشه برای غیر الله متعال، اینها میگن نذری فلان امام است، نذری فلان بزرگ است، یا برای ملائکه همچنین اعتقادی رو ادعای قائلن، یا برای سنگ هایی که بعضی تراشیدن و اعتقادهای عجیب و غریبی در برابر او دارن. و یعبدون من دون الله، این همین تعبیر و یعبدون من دون الله رو در آیه 18 سوره یونس هم داریم. و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم، عبادت میکنن غیر الله متعال رو، اون کسانی رو عبادت میکنن، غیر الله متعال رو عبادت میکنن در حالی که اونها نمیتوانن ضرری برای اینها برسانن و نمیتوانن به اونها نفعی برسانن. یعنی نیت اینها از عبادت جلب منفعتی یا دفع مضرت است. و یقولون، در پاسخ آیه 18 سوره یونس میفرماید که وقتی به اونها گفته میشه چرا این کارو میکنید، چرا شما میری پیش فلان سنگ، فلان چوب یا قبر فلانی یا مجسمه‌ای که به یاد لات و هبل و عزا و یا ود و سواع و یغوث و یعوق و نصر، بت‌های زمان نوح علیه السلام و بت‌های زمان رسول الله علیه السلام تراشیده شده بودن، چرا میرید پیش اونها؟ میگن اینها مجسمه اولیایی از الله متعال هستند، انسان‌های صالحی بودن، روح اونها میاد، صدای ما رو میشنوه. و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اینها شفاعت ما رو میکنن پیش الله متعال. اون فلسفه عبادت غیر الله تعالی است. الله متعال در قرآن کریم در آیات مختلف برای ما تعریف میکنه عبادت غیر الله متعال رو یعنی چی. و یعبدون من دون الله، اینها میرن برای عبادت غیر الله متعال، نه به این تصور که فقط غیر الله متعال همه کار هستن. نه، وقتی این آیه نازل شد بر رسول الله علیه السلام در مکه مکرمه، در مدینه منوره، وقتی این آیات نازل میشد صحبت از مشرکینی دارد، مشرکینی که با رسول الله علیه السلام می جنگیدن. اینها کیا هستند؟ ابو جهل است، ابو لهب است. اینها اعتقاد و باورشون رو در آیات دیگری قرآن کریم برای ما بیان میکنه که اینها ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، اگر از اونها بپرسی خالق آسمان و زمین کیست، لیقولون الله، قطعا، حتما، یقینا، با سه تا تاکید خواهند گفت الله. در آیه 31 سوره یونس باز میفهمند اگر از اونها بپرسی که من یرزقکم من السماء والارض، ابو جهل و ابو لهب مشرک مکه رو، مشرکی که قرآن او رو مشرک میخواند، اگر از او میپرسیدی، اگر از او بپرسی ای پیغمبر، ای محمد مصطفی علیه السلام، اگر از ابو جهل و ابو لهب و عتبه و شیبه و کسانی که در بدر، کسانی که در احد، کسانی که در خندق، کسانی که در غزوات مختلف با تو جنگیدن بپرسی درباره الله متعال، بپرسی از اونها من یرزقکم من السماء والارض، کیه که شما را از آسمان و زمین رزق میدهد، و من یخرج الحی من المیت، مرده رو از زنده کی بیرون میکنه و زنده رو از مرده کی بیرون میکنه، و من یدبر الامر، کی تدبیر امور آسمان ها و زمین رو به عهده داره، فسیقولون الله، پس خواهند گفت الله. این انسانی که الله رو قبول داشت به عنوان رازق، به عنوان مالک، مدیر و مدبر عالم، به عنوان کسی که زنده رو مرده میکنه و مرده رو زنده میکنه، زنده از مرده بیرون میآورد و مرده از زنده بیرون میآورد، الله متعال میفهمد اینها اعتقاد داشتن که الله این کارو میکنه. با این وجود اعتقاد به الله متعال، همچین اعتقادی رو داشتن، الله متعال میفهمد اینها به نسبت به الله این گونه اعتقاد داشتن، منکر الله نیستن،
حتی الله رو خالق آسمان ها و زمین، مالک آسمان و زمین، رازق آسمان و زمین میدانند. مشکل اینها چیست؟ و یعبدون من دون الله، در کنار الله متعال غیر الله متعال رو هم به پرستش گرفتن. پرستششون این بود که میگفتن ها اولای شفعاؤنا عند الله، اینها هم الله تعالی به نوع اختیاراتی داده و شفاعت ما رو پیش الله تعالی میکنن. دلیلشون چه بود؟ آیا دلیلی داشتن؟ آیا مشرکی که امروز میگه یا فلان مدد سر قبری میره و یا میره که کنار مجسمه‌ای وای میسته و یا اینکه درختی رو به عبادت میگیره و اینکه حیوانی رو به عبادت میگیره و یا خورشید و یا ستارگان و یا ملائکه و یا هر ذاتی غیر الله متعال رو صاحب تصرف در عالم میداند، آیا دلیلی برای این شرکشون دارن؟ و یعبدون من دون الله، غیر الله متعال رو میپرستن، آن ذاتی رو میپرستن، آن چیزهایی رو میپرستن که لم ینزل به سلطانا، نازل نفرموده است الله متعال بهی درباره آن ذاتی که اونها میپرستنش هیچ دلیلی، سلطانا دلیل، برهان و حجتی. نه الله متعال دلیلی در کتابهای آسمانی برای شرک اینها ذکر کرده است که بتونن بهش استناد بکنن، هیچ دلیلی وجود ندارد. نه الله متعال دلیلی نازل کرده و ما لیس لهم به علم، و نه برای پیش اینها دلیلی است. نه الله متعال در کتابهای آسمانی، در تورات، در انجیل، در قرآن برای اینها دلیلی نازل کرده است. و ما لیس لهم به علم، و نه خود اونها دلیلی دارن برای این. و ما لیس لهم به علم، هیچ علمی ندارن. و ما لیس لهم به علم، وقتی که در تعبیر عربی کلمه ما یا لا به کار میره در ابتدای یک تعبیری و تنوین استفاده میشه، همون گونه‌ای که در این تعبیر استفاده شده و ما لیس لهم به علم، این تنوین نون قاعده ای ما داریم که هر وقت تنوین در سیاق نفی و یا نهی بیاد یفید العموم، یعنی که هیچ علمی وجود نداره، امکان نداره که اینها دلیلی داشته باشه. نه الله متعال دلیلی رو نازل فرموده است در قرآن، وقتی قرآن نیست رسول الله هم حتما دلیلی نگفته است، چون وقتی در قرآن نیست پیامبر از پیش خود که نمیگه. نه الله و نه رسولش دلیلی دارند و نه اینها حتی یک دلیل عقلی دارند، نه دلیل نقلی دارند از قرآن و سنت رسول علیه السلام و نه دلیل عقلی دارند. حتی این حرفایی که نمیزنن با عقل هم سازگار نیست. شرکی که اینها میکنن، عبادتی که شروع کردن، نه دلیل نقلی برای اثباتش پیش اینها هست و نه دلیل عقلی برای این کارشون دارن. شروع کردن به عبادت غیر الله، یا فلان مدد، یا فلان ادرکنی، یا فلان اغثنی، یا فلان. این فلان هر کسی که میخواد باشه. جبرائیل امین که افضل ملائکه الله متعال است و یا محمد امین علیه السلام که افضل پیامبران بلکه افضل مخلوقات عالم است. ولی اینکه این دو بزرگوار باشند، افضل ملائکه و افضلتر از ایشان افضل انسانها و مخلوقات محمد مصطفی علیه السلام، ولی که اینها هم باشند با اون تصوری که اینها میرن و میگن یا محمد مدد، یا علی مدد، یا حسن و یا حسین و یا فاطمه و یا عایشه و یا پیر عبدالقادر گیلانی یا خواجه بهاءالدین و یا فلان، همه اینها تعبیرهایی است که همشون تحت این آیه داخلن. و یعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا و ما لیس لهم به علم، هیچ دلیلی برای اثبات این شرک خود ندارند، هیچ دلیلی ندارند. از کجا میگید این حرفا رو که فلانی حاضر و ناظر است بر اعمال ما، که رسول الله علم غیب دارد، که امامان علم غیب دارند، که انبیا علم غیب دارند، که اینها سمیع و بصیرند، که اینها از حال ما خبر دارند، که اینها کمک میکنند، که اینها میرن پیش الله شفاعت ما رو میکنند، که این صفات رو از کجا آوردید؟ اگر دلیلی دارید قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، اگر دلیلی از قرآن دارید بیارید برای ما نشان بدید. اگر دلیل عقلی دارید که باز هم ندارید، دلیل عقلی هم ندارید، ایتونی بکتاب من قبل هذا، غیر از قرآن کتاب قبل از قرآن بیارید، از تورات و انجیل دلیلی برای اثباتش، او اثارت من علم، یا ذره ای از یک علمی بیارید که ما بگیم آقا شما یک دلیلی دارید برای این کارتون، این کنتم صادقین، اگر شما راست میگید. این گونه نیست. اینها از کجا میکنن بس این کار؟ و ما لیس لهم به علم، هیچ دلیلی ندارن جز
وجدنا علیه آباءنا كذلك یفعلون. پدر و مادر ما این کارو میکردن، ما اونها رو این گونه یافتیم، اونها این کار میکردن. همین. اینها فقط تقلید کورکورانه از پدران و مادران خود دارند. از وقتی به دنیا آمده در خانواده‌ای که میگفتن یا فلان مدد، یا فلان ادرکنی، یا فلان نقصنی، فلانی مالک عالم است، آسمان و زمین به دست اوست، شفا میده، میبخشه، عطای اینا مثل عطای خداوند است. فرق اینها با الله تعالی 14 تا خدا مثل خودش خلق کرده. اینطوری میگن خداوند 14 تا خدا مثل خودش خلق کرده که فقط یک فرق با خدا دارن که اونها مخلوقن و الله خالق است. اینها خالق نیستن، وگرنه هیچ فرق دیگری با الله تعالی نداره. از بچگی همجوری یاد گرفت، تو ذهنش تزریق کردن، نرفته که دلیلی پیدا بکنه. نه دلیل نقلی داره و نه دلیل عقلی داره، فقط همچین که به ارث رسیده براش، به ارث برده. این چیزی نیست که انسان به ارث ببره. اینو باید بررسی کرد، باید تجدید نظر کرد درباره آنچه که معتقدیم به الله تعالی. قرآن کریم برای ما معرفی میکنه عقیده صحیح رو، عقیده درست رو. نشه که جز این آیه بشیم و یعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا. هرگز الله تعالی هیچ دلیلی برای اثبات شرک اینها نفرستاده است که بهش استناد بکنن. و ما لیس لهم به علم. هیچ دلیل عقلی هم ندارن، هیچ حجتی برای این کار خودشون هم ندارن جز تقلید کورکورانه، جز مسیر آبا و اجدادی که به بیراه رفتن رو پیش گرفتند. سرانجام و ما للظالمین من نصیر. این ظالمان، برای ظالمان هیچ یاوری نخواهد بود. و ما للظالمین من نصیر. هیچ یاوری به هیچ عنوان برای انسان ظالم ستم پیش وجود ندارد. و بزرگترین ظالم کسی است که مشرک است. ان الشرک لظلم عظیم. شرک بزرگترین ظلم است و بزرگترین ظالم کسی است که مشرک است و کسی است که با الله متعال شرک قرار میدهد، به همراه الله متعال دیگران رو به عبادت میگیرد. و اذا تتلى علیهم، وقتی بر آنها خوانده میشه، کسانی که یعبدون من دون الله، کسانی که غیر الله متعال رو به خدایی گرفتند. شاید بگن ما اینها رو خدا نمیدانیم، اما صفاتی که شما به اینها میدید صفات خدایی است. عبادت اینها رو انجام میدهند و وقتی گفته میشد تتلى علیهم، تلاوت میشود بر این انسان ها، آیاتنا، آیات واضح من الله با عظمت. وقتی قرآن برای اینها خوانده میشه، آیاتنا بینات، آیاتی که بین است، بسیار واضح است، بسیار آشکار معناش. و اذا تتلى علیهم آیاتنا بینات، وقتی قرآن میخونی برای انسان مشرک، وقتی برای این کسانی که یا فلان مدد میگن و بر این باورن که اینها به اونها کمک خواهند کرد و بر این باورن که الله متعال به اینها اختیاراتی داده در عالم و اینها عطای اینها مثل عطای الله تعالی است و اینها در آسمان و زمین دخل و تصرف دارن، اینها از حال ما خبر دارن، اینها میرن پیش الله تعالی شفاعت ما رو میکنن. وقتی به اینها گفته میشه و اذا تتلى علیهم آیاتنا بینات، وقتی آیات واضح قرآن کریم برای اینها خوانده می شود، تلاوت می گردد، چه اتفاقی می افته؟ گویی که این آیات الان داره نازل میشه در جامعه ما. آیاتی که 1400 سال پیش در جامعه قریش آن زمان بر رسول الله علیه السلام در برابر ابو جهل و ابو لهب نازل شد تا قیام قیامت، در برابر هر مشرکی و هر مبتدعی و هر کسی که از راه به در رفته است حکم خودش رو داره. الان هم وقتی که این آیات رو میخونیم، هر کسی که در مسیر توحید نیست، ادعا میکنه که به قرآن باورمند است، به الله ایمان داره و عبادت میکنه الله متعال رو، این آیات رو بر نمیتابد. و اذا تتلى علیهم آیاتنا بینات، وقتی بر آنها خوانده میشه آیات واضح روشن من الله با عظمت، تعرفو، میشناسی، فی وجوه الذین کفروا، در چهره کسانی که کافر شدن، المنکره، زشتی رو، ناپسندی رو میبینی در چهره کسانی که کافر شدن، انکار رو، که چگونه انکار میکنن. وقتی آیات توحیدی خوانده میشه، آیات توحید در رد شرک، اخم میکنن، این عده ناراحت میشن، عصبانی میشن، اعصابشون به هم میرسه.
ترش رو میشن. اینها تعرف فی وجوه الذین کفروا، کسانی که کفر کردن، اینها را الله متعال میفهمد کافرن. در چهره کسانی که کفر کردن میبینی که انکار رو میبینی، بدشون میاد، ناپسند میدانن آیاتی رو که الله متعال در اثبات توحید و رد شرک اون مشرکین نازل فرموده است. و اذا تتلی علیهم آیاتنا بینات، آیاتی که بسیار واضح هست، معنیش کاملا واضح و آشکاره، خیلی ساده است. ولقد یسرنا القرآن للذکر، الله متعال میفهمد قرآن رو برای فهم، برای پند دادن ما آسان نمودیم. آیا کسی هست که پند بگیرد؟ آیات قرآن واضح است در بیان اصل و رکن اساسی دین که توحید است و رد نقطه مقابل آن که شرک است. خیلی واضحه. در جای جای قرآن بحث توحید و بحث شرک به وضوح بیان شده. وقتی آیات قرآن برای مشرکین خوانده میشه، یکی از نشانه های شناخت مشرک این است: و اذا تتلی علیهم آیاتنا بینات تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر. وقتی آیات واضح توحید بر اونها خوانده شود، میبینی که چهره ترش میکنن، انکار در چهره اینها واضح است. قبل از این که زبان اینها به سخن بیاد و انکار بکنه، چهره اینها در هم میره، اعصابشون به هم میرسه، ناراحت میشن، نمیتونن تحمل کنن. اگر در جمعی باشی، اینها در نزدیک اونها باشی، آرزو دارن که به تو حمله ور بشن. یکادون، نزدیک است، که یسطون بالذین یتلون علیهم آیاتنا، یکادون، نزدیک است که یسطون، حمله ور بشن، بالذین، به کسانی که یتلون علیهم آیاتنا، کسانی که یتلون علیهم، تلاوت میکنن بر آنها، آیاتنا، آیات من الله با عظمت رو. انقدر بر اینها سنگین است شنیدن آیات توحید، آیاتی که الله متعال در بیان حقیقت توحید و رد شرک و بیان حقیقت شرک مطرح کرده. وقتی آیات بر اینها خوانده میشه، چهره ترش میکنن، اخم میکنن و عصبانی میشن و به حدی اینها به جوش و خروش و غضب میان که نزدیک است حمله ور بشن، دستشون برسه حمله هم میکنن. یکادون یسطون بالذین یتلون علیهم آیاتنا، اگه در جمعشون باشی به تو حمله ور میشن، تحمل نمیکنن. آیه قرآن خوانده شده براش، آیه قرآن برای کسی که ادعا داره مسلمان است خوانده میشود و بعد حمله ور بشه به انسان. چرا؟ چون مخالف با اون چیزی است که ارث برده از آبا و اجدادش در عقیده خرافیش. فکر میکنه شرکی که انجام میده درست است و حاضر نیست که مخالف او رو بپذیره. اینها حمله ور میشن، اگر در محفلشون باشی میزننت. این وهابی رو بندازید بیرون، این وهابی گمراهو، میزننت. و چقدر زیاد این اتفاق افتاده است. رسول الله علیه السلام رو در کنار کعبه ابو جهل و ابو لهبی که به الله ایمان داشتند، به عنوان خالق و رازق و مالک عالم و مدیر و مدبر عالم، در کنار کعبه‌ای که به او احترام داشتند و تعظیم می‌کردند و به زائران کعبه غذا می‌دادند به رایگان و این رو برای خود شرف می‌دانستند. ابو جهل و ابو لهب در کنار همین کعبه، با وجود این اعتقادشون به الله و کعبه و دیانت، حمله ور شدن بر رسول الله علیه السلام و صحابه ایشان به خاطر خواندن این آیات، فقط به خاطر این که میگفتن لات و هبل و عزایی که شما فکر میکنید اولیای الله متعال هستند و بودن، حقیقتا این اولیا فوت کردن و ارواح آنها الان بین شما و الله واسطه هستند و شفاعت شما رو پیش الله متعال میکنند و در پاره از امور صغیره عالم دخل و تصرف دارن. این گونه نیست، این گونه نیست. همین رو بر نمیتافتن. امروز هم این گونه است.
پیروان ابو جهل و ابو لهب که بلکه پا رو از اون فراتر گذاشتند. ابو جهل و ابو لهب هرگز درباره لات و هبل و عزی که مجسمه اولیایی از الله متعال بود و بر این باور بودن که روح اون اولیا میره شفاعت ما رو پیش الله متعال میکنه و در برخی از امور صغیره عالم اختیاراتی داره، هرگز این رو نمیگفتن که لات خالق آسمان و زمین است، عزی خالق آسمان و زمین است. هرگز این رو نگفتن. اگر گفتن بیار شمایی که مخالفی نشان بده از قرآن کریم کجاش گفتن. اونها هرگز همچین اعتقادی نداشتند. اما مشرکین زمانه ما این اعتقاد رو دارند که فلانی خالق آسمان و زمین است، فلانی مالک آسمان و زمین است، فلانی مالک جنت و نار است، تقسیم کننده روز قیامت مالک آسمان و اگر سکی از امیرالمؤمنین علی به دست رسول الله هم نباشه وارد جنت نمیشه. اینها از ابو جهل ابو لهب فراتر رفتن بدون تعارف. الله متعال در بیان حقایق توحید و رد شرک با کسی تعارف نداره. امروزه هم وقتی که به مشرکینی که ادعای پیروی از قرآن دارند گفته میشه این موارد، حمله ور میشن به انسان. اگر در رسانه این مسائل گفته بشه بر نمیتابن یا عوض میکنن یا ممنوع میکنن شنیدن این بیانها و صحبتها رو، یا پارازیت میاندازن، یا اینکه خبر بشن کسی گوش میکنه به زندان میاندازن، یا اینکه اگر تماسی برقرار بشه هرچی از دهانشان درآمد میگند. یکادون یستون بالذین یتلون علیهم آیاتنا. میخوان حمله بکنن، بزنن دعوتگر توحید رو. قل به اینها بگو افانبئکم بشر من ذلکم، آیا شما رو آگاه نکنم؟ افانبئکم یعنی پس انبئکم از نبع گرفته میشه یعنی خبر. آیا خبرتون نکنم بشر من ذلکم، به چیزی بدتر از این برای شما؟ شما خیلی عصبانی هستید از دست این که دعوتگری از توحید برای شما آیات توحید رو میخونه، اعصابتون به هم ریخته. خیلی بده نه؟ خیلی ناراحتید؟ میخواید حمله ور بشید به ما، بزنید ما رو. خیلی سخته برای شما تحمل این آیات و خیلی برای شما سنگین است. قل افانبئکم بشر من ذلکم، میخواید یک چیزی خبرتون بکنم به احساسی بدتر از این، به تلخی بدتر از این، به شری بدتر از آنچه که آن شما رو در بر گرفته است؟ از این بدتر هم هست. این تازه ابتدای راه شماست. النار وعدها الله الذین کفروا، بدتر از اون احساسی که الان شما دارید در برابر دشمنی با توحید، در دشمنی با توحید در برابر آیات قرآن کریم، بدتر از این اون آتشی است. النار آتش است. وعدها الله الذین کفروا، دوزخ، جهنمی که وعده داده است الله تعالی آن رو به کسانی که کافر شدند. و بئس المصیر، و چه بد جایگاهی است. بئس بد، مصیر جایگاه بدی است، اون بدتره. شما الان به جایی که عصبانی میشی، شمایی که مشکل داری با توحید و این آیات توحید رو نمیپذیری، بشین با خودت خلوت کن. این احساسی که الان داری، این احساس تو خیلی آسانتر است از اون آتشی که در انتظار توست اگر دست از این اعتقاد بر نداری. این مفهوم این آیه است. بشین با خودت فکر کن، به جای اینکه حمله ور بشی به کسانی که دعوتگر به توحیدند. بپذیر آیات الله متعال رو، دست بردار از مسیری که به ارث بردی به غلط از آبا و اجدادت، پدران و مادرانی که به بیراهه رفتند. دست بردار و عاقبت این مسیر دوزخ است و الله تعالی وعده داده به کسانی که در این مسیرند. دست بردار و در مسیر ابو جهل و ابو لهب و مشرکینی که با رسول الله علیه الصلاه و السلام جنگیدن قدم نگذار.
که جایگاه بدی است و بئس المصیر، بد جایگاهی ساتش اگر نپذیری. گوش کن، خوب گوش کن. هر آنچه که فکر میکنی از دلایل پیش تو هست. فکر میکنی به حقی، فکر میکنی که برای کارهایی که انجام میدی توجیهاتی داری، باشه، گوش کن. اگر به این کتاب باورمندی گوش کن. اگر باورمند نیستی هم باز گوش کن. یک کلام است، صحبتی است. گوش کن، گوش کن ببین اون استدلال هایی که تو داری در عبادت غیر الله متعال. توی که اصلا مسلمان خودت رو نمیدانی، شاید میگی مسیح پسر خداست، خدا ستاست، یا فلان یا فلان، هر کسی که هستی و احساس میکنی که یک ذاتی رو میپرستی غیر از الله متعال. اگر فقط الله رو به تنهایی نمیپرستی و در کنارش چند نفر از مخلوقات او رو یا اصلا وجودش رو انکار میکنی و مخلوقات دیگری رو داره میپرستی، گوش کن. همه مردم را الله متعال خطاب قرار میده. یک خطاب عام برای همه انسان ها، هر کی میخوای باش. یا ایها الناس، ای مردم. ناس یعنی مردم. نفرمود یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، چون مؤمن که در این مشکلی نداره. در خطاب این آیه مؤمن مشکلی نداره پذیرفته، و اگر غیر از این باشه دیگه مؤمن نیست. پس نیازی نیست که یا ایها الذین آمنو گفته بشه. خطاب عام است برای همه کسانی که غیر الله متعال رو میپرستند و به اونها صفات الوهیت دادن. یا ایها الناس ضرب مثلا، مثالی زده شده است. ضرب زده شده، مثلا یک مثالی زده شده. مثالی زده شده برای الله متعال. مثل یعنی شبیه، مثال یعنی شبیه یک چیز. ما در فارسی هم این تعبیر استفاده میکنیم. مثال یعنی یک شیء شبیه یک شیء دیگر. وقتی میخوایم یک شیئی رو معرفی بکنیم، یک معنایی رو، مفهومی رو برای اینکه بهتر جا بیفته، یک شیء آشنایی رو، آنچه که دیده میشه بیشتر، او رو تشبیه میکنیم، این معنا رو تشبیه میکنیم به اون تا بهتر جا بیفته، بهتر فهمیده بشه. یک انسانی رو ندیدیم، مثلا میگیم که فلانی اینجوری توصیف میکنیم، قدش، هیکلش، چهرهش. اگر هنوزم به خاطر اینکه بهتر جا بیفته تصویرش در ذهن مخاطب ما، میگیم شبیه فلانی، مثل فلانیه. فلانی رو ما دیدیم، اون رو در ذهن میاریم، بهتر درک میکنیم آنچه که وصف میشد. مثال این گونه است. مثال وقتی ذکر میشه که یک معنا و مفهومی رو برای ما بهتر بفهمونه تا بهتر بفهمیم. ضرب مثلا، مثالی زدن، تشبیهی کردن برای الله تعالی. ضرب مثلا، یکی از معانی این آیه این است که برای الله متعال یک شیئی رو شبیه کردند. ضرب مثلا لله، گویی که تقدیر این گونه است. برای الله متعال تشبیه کردن برخی از بندگانش رو به الله تعالی. مثل کسانی که میگن الله تعالی داریم دیگه. همین الان ما شنیدیم و در عصر زمانه خودمون کسانی که فکر میکنن الله تعالی 14 تا معصوم رو، 14 امام رو، 12 امام و رسول الله و فاطمه زهرا رو خلق کرده، 14 تا خدا خلق کرده مثل خودش. همین معناش همین. ضرب مثلا یعنی مثال الله تعالی رو کسانی آوردن، میگن اینها مثل الله تعالی هستن که فقط یک فرقی دارن، اون خالق اینا مخلوق، و یعنی در همه صفات به الله تعالی شبیهند. یک معنای آیه این است. ضرب مثلا، ادعی تشبیه کردن مخلوقات الله رو به الله تعالی. الان الله متعال میفرماید گوش کنید که این تشبیه رو معناش چیست؟ چرا اینها تشبیه کردن؟ معنای حقیقی تشبیه اینها چیست؟ آیا میشه که مخلوقی شبیه الله تعالی باشه؟
شبیه خالقش باشه. ضریب مثلا، مثالی زده شده است. فاستمعوا له، خوب گوش کنید. استمعوا با دقت، اسمعوا این دو نقطه ت اگر نمی بود، اسمعوا یعنی گوش کنید، استمعوا خوب با دقت گوش کنید. هر وقت در لغت عرب کلمات اضافه بشن به یک اصلی دلالت بر تأکید بیشتر در معنا میکنه، معنا هم بیشتر میشه. اسمعوا یعنی گوش کنید، استمعوا خیلی خوب گوش کنید، خوب دقت کنید. این مثال وقتی جا بیفته، این مفهومی که در این آیه ذکر شده، این مفهوم خیلی برای ما فهم شرک رو آسان میکنه. این کلام الله تعالی است. هر کسی که ادعا میکنه به قرآن ایمان دارد نباید درباره این صحبت بکنه، چون جزء مسلمات به خاطر الله تعالی اصلا نفهمید یا ایها الذین آمنو، چون مؤمن که این جزء اصول اعتقادی است، باید این گونه باشه تا مؤمن باشه. خطاب این آیه برای کسی است که اعتقادی به قرآن نداره. حتما آن کسی که ادعا میکنه به قرآن باورمند است به طریق اولا نباید این گونه باشه. آن کسی که باورمند نیست رو الله تعالی خطاب میکنه. تویی که فکر میکنی فلانی خالق آسمان و زمین است، چند نفر 3 تا خدا داریم، روح القدس و پدر و پسر و اینها اعتقاد مسیحیت است، یا اعتقاد یهودی ها درباره عزیر، یا اعتقادی که شرق و غرب درباره خدایان دیگری دارن که بدترین نوعش کسانی است که حیواناتی را میپرستن، موشی میپرسته و شتری میپرسته و گاوی میپرسته و سنگی میپرسته. بهترین نوعش، بهتری که نداره، شرک همش بد است. یعنی در بین خودشون اونهایی هستن که اولیا رو میان احساس میکنن صفات ربوبیت دارن. این مثال چیست؟ ضریب مثل فاستمعوا له، خوب دقت کنید. این یک اصل است درباره غیر الله. ان الذين تدعون، خیلی واضح، ساده و صریح. ان الذين تدعون، همانا کسانی که تدعون میخوانید، از کلمه دعا گرفته میشه، آنها را میخوانید. تدعون، الذين کسانی که، الذين اسم موصول است در لغت عرب برای کسانی که صاحب عقلند به کار میره. اون کسانی که صاحب عقلند و شما اونها را فرا میخوانید، دعا میکنید. الذين برای ذوی العقول استفاده میشه، کسانی که عقل دارند و شما اونها را فرا میخوانید، یعنی مخلوقاتی از انسانها، جنها و ملائکه. ان الذين تدعون من دون الله، همون کسانی رو، تمام کسانی که شما فرا میخوانید. تدعون، شما انسانها از اونها استمداد میکنید. من دون الله، بغیر از الله تعالی. اون مخلوقاتی رو که شما از اونها استمداد میکنید، دعا میکنید، میطلبید، یا فلان مدد، یا فلان ادرکنی، یا فلان اغثنی، حکایت اینها چیست؟ قدرت اینها چقدره؟ لن یخلقوا، هرگز، لن یعنی هرگز، لن یخلقوا هرگز نمیتوانند که خلق کنند. نمیتوانند خلق کنند چه چیزی رو؟ ذبابا، مگسی رو. هرگز نمیتوانند که یک مگسی رو خلق کنند. شمایی که فکر میکنی من دون الله، از ملائکه، از انبیا، از اولیای الهی، هر کسی رو که میگی یا فلان مدد، ادرکنی، به چه نیتی میگن این کسانی که میرن میگن یا فلان اقسنی، یا فلان ادرکنی، یا فلان یا فلان یا فلان، میگن بخاطر چیه؟ کمکی بکنه دیگه. به این تصورن که اینها یک قدرتی دارن، یک توانایی دارن، یک کاری میتونن بکنن. لن یخلقوا ذبابا، هرگز نمیتوانند که مگسی رو خلق کنند. مگس برای چی ذکر میشه؟ حکمت از ذکر مگس در این آیه چیست؟ مگس یک موجودی است خیلی ریزه پیزه، خیلی از دید ما موجود حقیری است. انسان دیدش مگس چیه؟ بی ارزش پیش انسان، خیلی ضعیفه از دید ما،
خیلی ناپاکه. اصلا کلا مگس کارش چیه؟ میشینه روی نجاست ها، اکرمکم الله، روی ناپاکی ها میشینه، کارش همینه. مگس زیادم هست، همه جا قابل رویت، قابل مشاهده است. این مثال مگس ذکر میشه که راحت برای هر کس قابل فهمه. در هر جای مگس هست، وجود عجیب غریبی نیست که جایی باشه جایی نباشه، همه مگس رو میشناسن. مگس همه جا هست، خیلی ضعیفه، خیلی هم پست و حقیره، به خاطر اینکه جاهای زندگی میکنه که ناپاکه و کارش همین هستن. حامل بسیار از بیماری هست و میکروب ها. یک میکروب فعال است، میکروب سیار است، پرواز میکنه، سر تا پاش میکروبه. این مگس است. اون کسانی که شما فکر میکنید میتوانند به فریاد شما برسند، فکر میکنید که میرید سر قبر امام رضا به شما بچه میده. اگه فکر میکنید سر قبر فلان پیغمبر میرید به شما کمک میکنه، یا فلانی میتونه مشکل شما رو حل بکنه. لا یخلقوا ذبابا، هرگز نمیتوانند یک مگسی خلق کنن، مگس ناچیزی که ارزشی نداره پیش شما. یکی از اینها رو، ذبابا یکیشو نمیتونن که یک مگس خلق کنند. لا یخلقوا ذبابا، حالا فلانی به تنهایی که به جای خود، فلان ملک، فلان پیامبر، فلان امام، اینها که خالقن و زنده هستن، اینا بالاخره مخلوقاتی هستن که خالق اینها رو مکانتی داده، جایگاهی داده. اونهایی که سنگ و حجر، اون که به طریق اولا هستن، قابل ذکر نیست. کسانی که شما به غیر الله متعال به فریاد میخوانید، لا یخلقوا ذبابا، نمیتوانند مگسی خلق کنند، ولو اجتمعوا له، ولو اینکه همشون هم جمع بشند، لهو بر اون مگسه، همه دست به دست هم بدن، همه غیر الله تعالی. این تحدی است از طرف الله تعالی. الله الا یعلم من خلق، آیا نمیدانند آن ذاتی که خالق است؟ آگاه نیست به مخلوقاتش. و هو اللطیف الخبیر، بسیار نکته بین است و بسیار علم داره الله متعال. الله متعال میدانه که مگس یعنی چی، خالق مگس است. از دید ما مگس موجود حقیر است، بسیار ضعیفه، و این مثال به این خاطر نیست که الله تعالی مگس رو تحقیر کنه، نه، برای این است که نشان بده قدرت آن کسانی که شما پیش آنها می روید و از اونها کمک می طلبید چقدر است. اونها در پیش الله تعالی چه جایگاهی دارند در این باب، چه توانایی دارند در موضوع الوهیت، در موضوع ربوبیت. لا یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، همه هم با هم جمع بشن، همه من دون الله که مخلوقات عالم جمع بشن. اون کسانی که شما به فریاد میخوانید تا مگسی خلق بکنن، نمیتونن یک مگسی خلق کنند. بهشون بگید یک مگسی درست کنید، میتونن. وقتی نمیتونه مگسی خلق کنه، میتونه اون موقع به تو بچه بده، میتونه اون موقع بیماری تو رو شفا بده، میتونه به تو عزت بده، میتونه مشکلات زندگی تو رو حل بکنه، میتونه به فریاد تو برسه در مصیبت ها. وقتی نمیتونه یک مگسی خلق بکنه، چیکار میتونه بکنه؟ فراتر از این، خلق که به جای خود، یک مگسی که پیش شما خیلی حقیره و ناچیزه و ناپاکه، به جای خود این که خلق نمیتونن بکنن، که به جای خود. و این یسلب هم الذباب شیئا، اگر یسلب همو، اگر سلب بکنه، یعنی بگیره، همو از اونها، از ذباب این مگسه، شیئا چیزی رو، اگر این مگس رفت به سراغ این من دون الله که شما اونها رو به فریاد میخوانید، طبیعتا وقتی میفرماید تدعون من دون الله، به فریاد میخوانید غیر الله متعال، یعنی بین معنی است که شما برای اونها جایگاهی قائلید، ارزش قائلید که به فریاد میخوانید، یا فلان مدد یا فلان مدد میگید. اون کسی رو که تو میگی یا فلان مدد و فکر میکنی به فریاد تو میرسد،
نه تنها نمیتواند که مگسی رو خلق بکنه، بلکه اگر مگسی رفت سراغش یک چیزی رو از اون گرفت، سلب کرد. مگس چقدر میتونه برداره؟ مگس وقتی یک جایی بشینه، شما فکر کن این ذاتی که شما میگی کمک کن داره یک شیء رو میخوره، یک شیرینی میخوره، میوه رو میخوره، غذای رو میخوره. مگس رفت یک چیزی از اون برداشت. چقدر؟ ذره بیشتر نیست. و یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه، هرگز نمیتونن اینو پس بگیرن از اون مگسه. اون ذاتی که تو میگی یا فلان مدد، از ملائکه، از انبیا، از اولیا، من دون الله معناش اینه، بت نیستن ها. من دون الله یعنی به غیر از الله تعالی. وقتی شد به غیر از الله تعالی یعنی همه چی، تمام مخلوقات الله تعالی، ملائکه، انبیا، اولیا. الله متعال میفرماید کسانی رو که به غیر از من، از مخلوقات من به فریاد میخوانید نمیتونن مگسی خلق کنن. اگه مگسی از اونها چیزی رو گرفت و فرار کرد، مگسی آمد گرفت و فرار کرد، نمیتونن باز پس بگیرن. لا یستنقذوه من، نمیتوانن که اون رو پس بگیرن، نمیتوانن که استنقاذ یعنی نجات دادن، باز پس گرفتن، برگرداندن، نمیتونن برگردونن اون رو منه از اون مگسه. مگسی یک شیء رو گرفته نمیتونن پس بگردونن. یک مگسی اومد یک شیء رو از این کسی که شما فکر میکنید میتونه به شما مشکلات شما رو حل بکنه، میتونه سلامتی شما رو به شما پس بده، میتونه که نعمت شما رو به شما پس بده، میتونه که عزت شما رو به شما پس بده، میتونه که آبروی از دست رفته شما رو به شما باز برگرداند، میتونه که خیلی چیزهایی رو که از دست دادید به شما برگردونه. اگه مگسی از خود این شخص یک شیئی رو گرفت و رفت، نمیتونه اون رو از اون مگس پس بگیره. حالا شما چه انتظاری دارید از این مخلوقات؟ یک مگس حریف یک مگسی نیستن. اینها به اندازه اون ذره‌ای که مگس برداشته رفته نمیتونن همونی که مال خودشون بود مگس گرفت رفت نمیتونن از مگس پس بگیرن. حالا شما انتظار دارید که برای شما باز پس برگردونن برای شما سلامتی شما رو، نعمتی که از دست شما رفته، مشکلی رو از شما دفع بکنن. نمیتونن جلوی این مگسه رو بگیرن. حالا میخوان جلوی مصیبت‌های شما رو بگیرن، جلوی مشکلات شما رو بگیرن. ضعف الطالب والمطلوب ضعیفا، همون طالب هم مطلوب. طالب و مطلوب اینجا دو معنی. طالب کسی که طلب میکنه، مطلوب اونی که طلب میشه. طالب و مطلوب، این طالبی که شما، اون کسی که شما به فریاد میخواندید مگس آمد چیزی از رو گرفت و رفت، الان طالب اون شیئیه که مگس برده. مطلوب اون مگس است. الان این آقا، این ذاتی که شما به فریاد میخوانید، فکر میکنید به داد شما میرسه، اگر مگس چیزی از او برداره و بره، این طالب آن شیئی است که مگس از او برده است. این خودش ضعیف است، اون ذاتی که شما به فریاد میخوانید، با اونی که مطلوبه که مگس است که به طریق الله ضعیف است. این یک معنا. معنای دیگر، ضعیفتر از همه اینها اون کسی هست که میره از اینها میطلبد. اون شخصی که میگه یا فلان مدد، این طالبه، و اون ذاتی که، اون شخصی که از او طلب میشه، اون مطلوب است. کسی که میره سر قبری یا اصلا نمیره، نشسته یا فلان مدد طلب میکنه، این میشه طالب. اون ذاتی که این طلب کرده ازش، اگر امامی است امام، اگر پیامبری است پیامبر، اگر ملکی است ملک، اگر سنگی است سنگ، اگر چوبی است چوب. الله متعال میفهمد اون مطلوب هم ضعیف است، این هم ضعیفه، هر دوتاشون ضعیفن. ضعف الطالب والمطلوب، طالب و مطلوب هر دوتا ضعیفن. یک مگسی رو وقتی که حریف نمیشن، مگس نمیتونن مگسی خلق کنن، نمیتونن آنچه که مگس گرفته دوباره پس بگیرن، چون مگس، الله متعال در بیان این مثال برای ما عظمت خود رو بیان میکنه. مگسی خلق کرده الله متعال که در جزء بدنش شگفتی هاست، در سیستم پروازش، در بالهاش، نحوه حرکت بالها، سرعت بالها، کنترل تعادل وزنش در هنگام پرواز، مسیریابی این در پرواز،
در پاهایی که برای این الله تعالی قرار داده که روی هر سطحی میچسبه، حتی به سقف وقتی میره به سقف میچسبه، کلش پایین، با نیروی جاذبه مبارزه میکنه و چگونه وقتی به سقف نزدیک میشه برمیگرده خودش رو به سقف میچسبونه. چشمهای عجیب و غریبی که 360 درجه میچرخه و ماحولش رو نگاه میکنه، قدرت دیدش، ظرافت دیدش، دقت دیدش، اون سیستم بدن، نیرویی که در بدن این تولید میشه، توانایی حرکتش، ویراژ دادنهاش، یک موجود عجیب است. درسته که برای ما یک چیز پیش پا افتاده است. الان اگر یک چیز کوچولو موچولویی درست بکنه، یک هواپیما، یک هلیکوپتر کوچکی درست بکنه، فلان شرکت به میلیون ها دلار میفروشه و چقدر در شگفتی میمونیم. ببین چه دوربینی داره، چقدر سرعت عمل داره، چه عکس العملی داره. یک مگس رو الله متعال میفهمد. کلتون جمع بشید، همه شما با هم جمع بشید، همه من دنیا یک مگس خلق کنید، نمیتونید. تمام اون کسانی که فکر میکنید خالق آسمان و زمینن، اونها به همراه شما. به غیر الله متعال تمام ملائکه و انبیا و اولیا جمع بشید مگس خلق کنید، نمیتونید. لا یخلقوا، هرگز نمیتونید مثل مگسی که من خلق کردم خلق کنید. و مگس از شما چیز رو پس بگیره، نمیتونید دوباره اون رو برگردونید. ولی اون که مگس رو بگیرید، بکشید، شکمش رو پاره کنید. اگر مگسی آمد نشست روی یک شیء، یک تکیه گرفت و رفت، ولی اون که ما اون رو بگیریم، شکمش رو پاره کنیم، آن شیئی که خورده دیگه شیء اول نیست. لا یستنقذوه منه. اصلا سیستم خوردن مگس به شکلی است. خرطومی داره جلوی دهانش، میچسبه، شبیه خرطوم فیل. زیر میکروسکوپ نگاه بکنیم، وقتی مگس میاد و شروع میکنه به خوردن، قبل از اینکه شروع بکنه به خوردن، سیستم هضم بیرونی داره مگس. اینطور نیست که همه چیز رو داخل بدنش، مثل ما که همه چیز رو میخوریم، هضم از دهان که شروع میشه، حداقل بیشترش در معده انجام میشه هضم، و بعدش در روده ها جذبش اتفاق میفته. مگس همونجا وقتی که میخواد یک شیء رو ورداره، قبل از اینکه ورداره روش شروع میکنه به هضم کردنش، تحلیلش. همونجا شروع میکنه اون رو، موادی رو روش میریزه، از همونجا شروع میکنه فعالیت رو. وقتی داخل خرطومش میاد، خود به خود همین الان داره این عملیات انجام میشه. وقتی به شکمش برسه، دیگه اون ماده‌ای که در شکم است، اون ماده روی زمین نیست، اون ماده‌ای که قبل از داخل شدن به خرطوم بود نیست. حتی ماده‌ای که در خرطوم است، دیگه اون ماده‌ای که روی اون شی بود نیست. و ای یسلبهم الذباب شیئا، اگر مگس یک چیزی را از شما بگیره، لا یستنقذوه من، هرگز نمیتونید اون ازش پس بگیرید، چون دیگه هرگز برای اینکه بگیریدش بکشیدش تو شکمش، دیگه اون شی نیست. الله متعال برای ما از شگفتی های خودش میگه، از عظمت و قدرتش. همچین ذاتی رو شما آمدید باش تشبیه کردید بندگانش رو به او، مثال میزنید. مثال اینها مثل خدا هستن، اینها مثل الله هستن، اینها شبیه الله تعالی هستن. این اون مثالی که شما میزنید، این مثال شماست. کجای این دوتا شبیه همن؟ چرا این کار میکنید؟ مشکل این عده چیه؟ چرا الله تعالی وقتی برای یک مشرک انقدر واضح مثال میزنه؟ ان الذين تدعون من دون الله، ان الذين، همانا کسانی که تدعون، دعا میکنید، میطلبید، من دون الله، بغیر از الله تعالی، یا فلان مدد، حالا چه پیامبری باشه، چه امامی باشه، چه ملکی باشه، معناش همینه دیگه. خیلی واضحه این که لا یخلقوا ذبابا، نمیتونن مگس خلق کنن. مگس چیزی از اونها بگیره نمیتونن پس بگیرن. ضعف الطالب و المطلوب، این هم ضعیف، اون هم ضعیف، توی هم که از اینا طلب میکنی از همه ضعیفتر، باز تو از اون مگس ضعیفتر، باز خودت که رفتی به سراغ کسی که اونم ضعیف، خودت هم ضعیف. مشکل اینها چیست؟ ریشه مشکل رو الله تعالی برای ما بیان میکنه. مشکل اصلی مشرکین در شرکی که انجام دادن چیست؟ مشکل در آیه بعد است. ما قدر الله حق قدره. ریشه مشکل رو الله تعالی بیان میفرماید. مشرکین چرا این کارها رو میکنن؟ چرا با این دلایل واضح و آشکار باز میرن به سراغ غیر الله تعالی؟ به این خاطر که ما قدر الله، قدر ندانستن الله متعال رو حق قدره، اون گونه‌ای که شایسته تقدیر و عظمت اوست. الله متعال اون گونه‌ای که باید تعظیم بکنن نکردند، اون گونه‌ای که قدر الله تعالی رو باید بشناسن نشناختن. اینو الله متعال رو نشناختند.
اینها در شناخت الله متعال مشکل دارن. الله رو نشناختند. الله متعال رو چطور میشه شناخت؟ با که نمیبینیمش. الله متعال رو برای شناخت یک شیء باید دیدش. وقتی نمیشه دید، درباره اوصافش میشنویم، به ما میگن اینطور است، اینطور، اوصافش رو تصور میکنیم، میفهمیم، درک میکنیم. یا نتیجه اون اوصاف رو میبینیم، افعالش رو میبینیم. ما اشیایی رو که نمیبینیم، خیلی چیزا رو نمیبینیم. برق رو نمیبینیم. جریان الکتریسیته رو ما در کابلی که هست نمیبینیم. چطور میفهمیم که برق هست یا نیست؟ وقتی روشن شد لامپ برق هست. نتیجه کارش رو میبینیم، فعلش رو میبینیم. الله متعال رو در این دنیا نمیبینیم، اما با افعالی که اتفاق میفته مخلوقاتش رو میبینیم. همین مگس یک نمونهش. الله تعالی رو میبینیم، با مخلوقاتش میشناسیم. مخلوقات الله تعالی، صفات الله تعالی که الله تعالی برای ما معرفی کرده، صفاتش رو ما در صفات الله متعال وقتی بفهمیم که الله تعالی فقط عالم الغیب مطلق خود الله تعالی است، وقتی میفهمیم که فقط الله تعالی است که این قدرت ها رو داره و این توانایی رو داره، اون موقع میفهمیم که غیر الله تعالی ضعیفن، طالب و مطلوبشون هر دوتا. و ما قدر الله حق قدره. الله متعال اونگونه‌ای که باید بشناسن حق شناختش رو ادا نکردن، تقدیر نکردن، تعظیم نکردن. ان الله لقوی عزیز. همان الله متعال بسیار نیرومند است و چیره است. قوی، بسیار قدرتمند، قدرت مطلق بر همه چیز، و عزیز، چیره هست بر همه چیز. ذاتی است که قدرت مطلق داره بر هر چیزی و بر هر چیزی غالب است و چیره است. الله متعال این گونه است. این ذات شایسته عبادت است. شاید این سوال رو بعضی مطرح بکنن، خب ما درباره کسانی که طلب میکنیم من دون الله، اونها رو هیچ وقت خالق و مالک عالم نمیدانیم. مثل ابو جهل هم که این حرف رو میزد، باور داشت که الله تنها خالق و تنها رازق و تنها مالک و مدیر و مدبر عالم است. اعتقاد ابو جهل بود، به استناد آیات فراوانی از کلام الله مجید قرآن کریم. اگر پاسخ دهند که خب ما اینها فقط شفاعت ما رو پیش الله تعالی میکنن، اینها برگزیدگان الله متعال هستند، چه ملائکه، چه انبیا، چه اولیا، الله متعال اینها رو انتخاب کرده، اینها انسان‌های معمولی نبودن. اولای شفعاؤنا عند الله. این توجیهی که در تاریخ همیشه تکرار میکنن، پاسخش رو الله متعال باز اینجا بیان میفرماید. الله یصطفی من الملائکه رسلا. درسته که الله متعال برمیگزیند، اصطفا، یصطفی، اون انتخاب میکنه، برمیگزیند، گزینش میکنه. من الملائکه، از بین ملائکه، رسولا، از بین ملائکه رسولانی رو انتخاب میکنه، پیام رسانانی رو. جبرائیل امین علیه السلام به عنوان نمونه. و من الناس، و از بین مردم روی زمین هم الله متعال عده‌ای رو انتخاب کرده است. بله، الله متعال بندگان مقربی داره در آسمان در بین ملائکه و بندگان مقربی داره در زمین. اینها رو ارزش داده، انتخاب کرده، اجتبا کرده، اصطفا کرده، برگزیده، به اینها مقام داده، درجه داده، اما نه صفات خودش رو. اینها برگزیده هستن، اما واسطه بین شما و الله تعالی نیستن. الله تعالی نیازی به اینها نداره. چرا باید اینها برن پیش الله تعالی شفاعت بکنن؟ آیا الله تعالی نمیشنوه صدای شما رو؟ نمیبینه حال شما رو؟ خبر نداره از احوال شما؟ یا فکر میکنید چون گناهکارید الله متعال توی گناهکار روسیا رو نمیپذیره، به همین خاطر میره پیش فلان امام یا پیامبر و او تو رو میپذیره و میره پیش الله تعالی شفاعت تو رو میکنه؟ آیا
اون امام و پیامبر از الله مهربانتر است به تو که ارحم الراحمین الله متعال رحمان و رحیم تو رو نمیپذیره، میری پیش بندگانش اونا تو رو میپذیرن؟ اونا مهربانترن یا الله؟ ارحم الراحمین الله هست یا بندگانش؟ کدوم؟ الله یصطفی من الملائکه رسلا و من الناس. بله الله تعالی از ملائکه از انسانها برگزیده است. ملائکه مقربی داره، انسانهای مقربی، انبیای مقربی داره، بله داره. اما اینها این دلیل نمیشه که شما چون اینها مقربن بگین هؤلاء شفعاء عند الله. همچین اختیاری الله تعالی به اونها نداده. چرا؟ ان الله سمیع بصیر. ان الله سمیع بصیر. فقط الله تعالی است که سمیع مطلق و بصیر مطلق است. سمیع مطلق همه چیز رو میشنود در همه جا و همه چیز رو میبیند در همه جا. هر چیزی هست میبینه. شما الان فکر میکنین یا فلان مدد میگید، خب به فرض شما میگی یا فلان مدد، الان همون پیامبر همون امام آیا باید صدای شما رو بشنوه یا نه؟ شما میگی یا فلان مدد یا فلان مدد، اولا که باید صدای تو رو بشنوه. شما میگی باید صدای تو رو بشنوه یا نه؟ شما میگی باید میری شفاعت ما رو پیش الله تعالی میکنه. خب همون صدای شما رو میشنوه اصلا. شما در یک گوشه از دیگه از دنیا، اون در قبر خودش در گوشه دیگه از دنیا، چطور صدای شما رو میشنوه؟ چگونه میشنوه صدای شما رو؟ نهایت آنچه که شما میگویی میگه سر قبرش صدای من رو میشنوه. اولا که شما ثابت کن در گوشه دنیا چطور صدای شما رو میشنوه. این یک. دوما برای اینکه بشنوه هم آیا میتونه که باز اجابت بکنه، ندای شما رو بره پیش الله تعالی شفاعت بکنه؟ اینا رو باید پاسخ بدی. اگر بگی میشنوه به این معناست که شما میگی او شنوای مطلق است، اون ذات، اون انسان، اون ملک، یعنی همه جا همه چیز رو میشنوه، یعنی روحش حاضر و ناظر است در کل عالم، ندای همه و صدای همه رو در همه زمانها و در همه مکانها میشنود، یعنی سمیع مطلق است. خب همین شرک دیگه. الله میفهمد ان الله سمیع بصیر. الله سمیع مطلق فقط الله است که همه چیز رو همه جا میشنوه، در هر زمانی در هر مکانی. اگر این اعتقاد رو نسبت به غیر الله داری، خب شرک همینه دیگه. یعنی غیر الله رو تشبیه کردی به الله. میگه همون گونه‌ای که الله همه چیز رو میشنوه در همه جا و در همه مکانها و زمانها، این فلانی هم، فلان امام، فلان پیغمبر، فلان ملک همه چیز رو و همه چیز رو در همه جا میشنوه، در هر مکانی در هر زمانی. خب تشبیه شرک همینه دیگه. شریک قرار دادن بندگان الله با الله تعالی در صفاتی که مخصوص الله تعالی است. همینه. معنای شرک همینه. اگر این رو بگی معناش میشه شرک. اگه بگی از حال من خبر داره، انسان یا باید بشنوه یا باید ببینه دیگه. وقتی به انسان کسی میتونه به انسان کمک بکنه که یا بشنوه صدای انسان رو، اگه نمیشنوه ببینه، حداقل مسافت دور هست نمیشنوه ما چی میگه ولی میبینه وضعیت رو. مثلا اگر بگی که فلانی همه جا من رو میبینه، حاضر و ناظر بر اعمال من در همه جا، خب بازم همین اعتقاد رو نسبت به غیر الله تعالی داری. الله تعالی میفهمد بصیر مطلق فقط الله تعالی است. البصیر صفت خاص الله تعالی است، یعنی همه چیز رو همه جا میبیند. اگه این صفت رو برای غیر الله تعالی اعتقاد داری که یکی از مخلوقاتش هم این صفت رو داره، یعنی کسی رو شریک کردی در این صفت با الله تعالی، خب مشرک میشیدی. شرک معناش همینه. شریک قرار دادن بندگان الله تعالی در صفاتی که مخصوص الله تعالی است، خاص الله تعالی است. معناش همینه. الله متعال فرمود من از ملائکه خودم، از بندگان خودم عده‌ای رو بله برگزیدم، اینها رو انتخاب کردم، مقربن، اما سمیع نیستن، اما بصیر نیستن، همه چیز رو نمیشنون، همه چیز رو نمیبینن، از حال تو خبر ندارن اصلا. چگونه میگی اینها شفاعت تو رو پیش من میکنن؟ و من اضل ممن یدعو من دون الله من لا یستجیب له الی یوم القیامه. آیه 5 احقاف رو فراموش کردی. کیست گمراه‌تر از اون کسی که میخواند غیر الله تعالی رو که استجابت نمیکنن تا روز قیامت دعای او رو، و هم عن دعائهم غافلون. اونها از دعای اینهایی که میخوانن غافلن، اصلا خبر ندارن که تو صدای تو رو نمیشنون، از حال تو خبر ندارن، نمیبینن تو رو. سمیع و بصیر الله تعالی است، اینها که نیستن. چگونه میگی که اینها میشنون؟ به فرض که بگیم بشنون، سر قبرش بگی خب سر قبرش میشنون. شما به فرض بگو سر قبر صدای تو رو شنیدن، ولی او سمیع او، در آیه 13 و 14 سوره فاطر باز جواب تو رو میدن الله تعالی. ولی او سمیع او. اولا که الله تعالی فرمود کسانی که
غیر الله متعال رو فراد میخوانن ما یملکون من قطمیر، مالک پوسته هسته خرمایی هم نیستن. ان تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم، اگر اونها رو بخوانید صدای شما رو نمیشنوند. ولو سمعوا، حالا شما خیلی اصرار دارید که فلان دلیل میشنون، ولو سمعوا، به فرض که شنیدن، مستجابوا لهم، مستجابوا لکم، استجابت نمیکنن برای شما. اولا باید ثابت کنید بشنون که نمیشنون. به فرض که بشنون استجابت نمیکنن، یعنی جواب نمیدند، یعنی شفاعتی وجود ندارد پیش الله تعالی. با اون تصوری که شما الان فکر میکنید که در دنیا کسانی صدای شما رو میشنون پیش الله تعالی میرن شفاعت شما رو میکنن، در دنیا همچین چیزی وجود ندارد. برای کسی که مرده و از دنیا رفته است، برای کسی که سالهاست از دنیا رفته، همچین چیزی وجود نداره. ان الله سمیع بصیر، فقط الله تعالی است که سمیع مطلق است و بصیر مطلق است. فکر نکن چون عده مقربن پیش الله تعالی پس میتونی اونها رو هر جا که بخوای ندا بکنی یا فلان مدد یا فلان مدد بگی و این اعتقاد رو داشته باشی که از حال تو خبر دارن، میشنون و میبینند. نه، ان الله سمیع بصیر، فقط الله تعالی است که سمیع مطلق است و بصیر مطلق است. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، الله تعالی این صفت سمیع و بصیرش اینه که همه چیز رو میشنوه و همه چیز رو میبینه و خبر هم داره. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، الله تعالی است که خبر داره از هر آن چیزی که ما بین ایدیهم پیش روی آنهاست، از ملائکه، از پیامبران که اونها رو برگزیده، و ما خلفهم و آنچه که پشت سر آنهاست. الله تعالی است که همه انسان ها در زمره اونها ملائکه رو، انبیا رو خبر داره که گذشته اونها چه بوده، آینده اونها چه خواهد بود. این صفت خاص الله تعالی است، از همه چی با مطلع است، عالم به غیب است، عالم به کل اسرار است، عالم الغیب مطلق الله تعالی است که گذشته و آینده رو میداند. و الی الله ترجع الامور، امور همه چیز به الله تعالی برمیگردد. الله تعالی است که همه چی به سوی او باز میگردد، امور کل عالم به الله تعالی باز میگردد. پس غیر الله متعال رو به فریاد نخوانید. قدم اول اصلاح باور و عقیده است. انسان باید اول اصلاح بشه اعتقادش و باورش، توحید رو یاد بگیره. در پایان سوره حج الله متعال برای ما درس بزرگ توحید میده. حج باید شما رو به این اعتقاد برساند. باید بفهمید که لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. بار الله آماده ایم فقط به خاطرت. لا شریک لک، هیچ شریکی نداری، کسی در صفات با تو شریک نیست، هیچ کسی شایسته حاجت خواستن نیست. ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط ذات تو را می پرستیم و فقط از تو استعانت می جوییم و نه غیر تو، نه از انبیا، نه از اولیا، نه از ملائکه. این اعتقاد که درست شد، اول باید اعتقاد درست بشه. مهمترین چیز اصلاح عقیده و باور است. توحید باید بیاد در وجود. قدم بعد، الان که اعتقاد درست شد، باید در مرحله عمل خودش رو نشون بده. یا ایها الذین آمنو، الان دیگه مؤمن میشه انسان. یا ایها الناس رو که پذیرفت و قبول کرد، بعد میشه یا ایها الذین آمنو. الان دیگه در ایمان داخل میشه وقتی که بپذیره دلایل آیات قبلی رو، فقط الله متعال رو قبول کنه. یا ایها الذین آمنو، بعد از این که اعتقاد اصلاح شد، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید رکوع کنید. یا ایها الذین آمنو ارکعوا واسجدوا، رکوع کنید و سجده کنید، فقط الله را تعظیم کنید، سجده کنید برای او. و عبدوا ربکم، ارکعوا واسجدوا یعنی نماز برپا دارید. رکوع و سجده اینجا بیانگر نماز است که مهمترین ارکان نماز هستند و نماز مهمترین رکن دین است بعد از توحید. و عبدوا ربکم، به صورت کلی فقط الله تعالی را عبادت کنید. و فعلوا الخیر، هر کار خیر رو که میتونید انجام بدید. و فعلوا الخیر، دامنه این خیر بسیار گسترده است. لعلکم تفلحون، تا باشد که به رستگاری برسید. و فعلوا الخیر لعلکم تفلحون،
کار خیر بکنید. کار خیر رو هیچ وقت کوچک نشمارید. هر جا کار خیری بود انجام بدید. لا تحقرن من المعروف شیئا. رسول الله علیه السلام فرمود معروف رو، کار خیر هیچ وقت کوچک نشمار، ولو این که با صورتی گشاده با برادر و خواهر مسلمانت روبرو بشه. کار خیر و فعل الخیر، کار خیر بکن، از فرصتات استفاده کن. نشستی قلم بردار، چیز خوبی بنویس. میتونی صحبت کنی، صحبت خیری بکن. میتونی جای واسطه بشی برای حل مشکلی، انجام بده. دستت میرسه، دستت به جیبت میرسه، میتونی که خرج بکنی، خرج کن. نمیتونی کمک کن، نمیتونی فکر کن، نمیتونی دست از اذیت دیگران بردار. زبانت رو ببند، تماس بگیر با این اون، به پدر مادرت نگاه کن، زنگ بزن، دل این رو شاد کن، دل اون رو شاد کن، از احوال این خبر بگیر. بیماران رو رسیدگی بکن، به بینوایان، به مستضعفان برس، به یتیمان. دروازه باب خیر فراوان است. هر چیزی که در اون خیری است برای اسلام و مسلمین، برای دور بریای خودت، مصدر خیر باش. همیشه سعی کن تا انسانی باشه که مصدر خیر باشی. و فعل الخیر. اگر میخوای به رستگاری برسی، به خوشبختی برسی، به فلاح برسی، مصدر خیر باش، مصدر خوبی ها باش برای دیگران. طوری باش که وقتی رفتی جای خالی تو احساس بشه، احساس بکنن که یک چیزی کم شده، یک چیزی گم شده. احساس بکنن که درهای خیری بود که الان نیست. وقتی میری اثری از تو باقی بماند. خیلی از خود به جای بگذار. اگر دستت میرسه صدقه جاریه بر خودت درست کن، مدرسه‌ای درست کن، بیمارستانی بنا کن، چاه آبی بگذار برای خودت، درختی بکار، پلی درست کن در مسیر مردم، سنگی از راهشون بردار. دو تا جوانی رو که میخوان با هم زندگی تشکیل بدن کمکشون کن، در تأمین معاش زندگیشون، در ازدواجشون، در وسایل زندگیشون. هر کار خیری که میتونی انجام بدی انجام بده که دیگه بعد از مرگ فرصتی پیدا نمی‌کنی. اگر به دنبال سعادتی، خودت دنبال خیر باش. خیر کن تا خیر ببینی. و فعل الخیر لعلکم تفلحون. و جاهدوا فی الله حق جهاده. در آخرین آیه سوره مبارکه حج ان رحمت الله می‌فرماید و جهاد کنید در راه الله تعالی آنگونه‌ای که حق جهاد است. حج خودش کلاً یک جهاد است، تمرینی برای جهاد. در پایان این مدرسه توحیدی حج الله متعال می‌فرماید که آنگونه‌ای که شایسته است در راه الله تعالی جهاد کنید. جهاد معنی گسترده‌ای داره. جهاد با نفس، با هوای نفس و شیطان، جهاد با گناهان، معصیتی که دور بر هست، جهاد با دشمنان، با منافقین، جهاد با قلم، جهاد با زبان، جهاد با سلاح و شمشیر. همین اینها رو در بر میگیره. در راه الله تعالی جهاد کنید اون گونه‌ای که شایسته جهاد است. تلاش کنید در راه الله تعالی، مجاهده کنید هر چقدر میتونید. کسی از شما منکری رو میبینه، رسول الله فرمود فلیغیره بیده، با دستورش رو بگیرن. فلم یستطع، اگر نمیتونی با زبانت و به لسانت، و لم یستطع، این رو هم نمیتونی به قلبه، حداقل در قلبت این رو بعد بدون. و ذلک اضعف الایمان، این پایین ترین درجه ایمان است. شایسته شما نیست که شل باشید. باید انسان مسلمان جدی باشه در زندگیش، تلاش بکنه، از فرصت‌هایی که داره استفاده بکنه در همه زمینه‌ها. در حج، در پایان حج، در پایان سوره حج الله تعالی ما رو تشویق میکنه به جهاد در راه خودش، تلاش. حج یک مدرسه تعلیمی است برای جهاد، برای اینکه آماده بشیم برای این کار. در ادامش تنبل نشیم. کسانی که از حج برمیگردن نباید دست بردارن، باید آغازی باشه این مدرسه برای تلاش بیشتر. و جاهدوا فی الله حق جهاده، این گونه باشید در راه الله متعال که همیشه تلاشتون شایسته راه اوست. چرا که هو اجتباکم، او شما رو برگزیده است. هو اجتباکم، الله متعال شما رو انتخاب کرده. شما ملتی هستید، امتی هستید که انتخاب شدید برای هدایت و سعادت بشر.
امر معروف، نهی از منکر. تلاش کنید. فکر نکنید در دین برای شما سختی است. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. الله متعال قرار نداده است، ما جعل قرار نداده علیکم، الله متعال بر شما، فی الدین در دین، من حرج، حرج یعنی سختی. سختی در دین وجود ندارد. دین آمده تا ما در دنیا راحت زندگی کنیم. دین آمده تا به ما یاد بده که چگونه در دنیا با وجود سختی ها، مشکلات و طبیعت نابسامان دنیا احساس سعادت و خوشبختی کنیم. چگونه از فرصت های دنیا برای ساختن اصل زندگی ما که در عقباست، در دنیای آخرت استفاده کنیم. در همین دنیا الله تعالی در دین برای ما سختی نگذاشته. سختی اگر احساس میکنیم، اگر در انجام عبادت های دین سختی احساس میشه، مشکل از ماست. چون طبیعت دین، یا دین رو کج فهمیدیم و بد فهمیدیم، و یا مشکل در قلب ماست، مشکل در وجود ماست، مشکل در روی کرده ما نسبت به دینه که نفهمیدیم، درک نکردیم، زندگی نکردیم، احساس لذت در عبادت های ما وجود نداشت. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. دین سختی نداره برای کسی. مریض استثناءات خودش رو داره. کسی که نمیتونه، نابیناست، مشکلات خودش رو الله متعال وقتی که مشکلاتی داره کسی، چه انسانی است، در هر زمینه‌ای که است، در هر سنی که است، در هر صنفی که است، براش استثناءاتی گذاشته، براش راههایی گذاشته که میتونه تخفیف بده عبادات خودش رو. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم. این ملت و دین و آیین از پدرتان ابراهیم است. ملت ابیکم ابراهیم، نام ابراهیم در پایان سوره حج باید ذکر بشه، چرا که ابراهیم و حج با هم مرتبطن. حج یعنی مدرسه ابراهیم. ملت ابیکم، دین شما، ملت شما و آیین شما، همون ملت پدر شما ابراهیم است. ابیکم ابراهیم، پدرتان ابراهیم. ابراهیم پدر ماست، چون پدر پیامبر ماست و ابراهیم پدر روحی این امت است. ملت ابیکم، آن شخصیتی که الله متعال به او امر کرد که فرزندت رو قربانی کن، رفت تا فرزندش رو قربانی بکنه. الله متعال در برابر آن فرزندی که قربانی کرد، کل امت محمد صلی الله علیه و سلم و خود محمد نازنین علیه السلام رو فرزندان او قرار داد. ملت ابیکم ابراهیم، ملت پدرتان. ما فرزندان اون عزیزی هستیم که فرزندش رو به خاطر الله متعال قربانی میکرد. ملت ابیکم ابراهیم، پدرتان ابراهیم. این آیین، این اعتقاد، این توحید، این حج یادگار ابراهیم است، ملت اوست. قدم به قدم حج یادگار ابراهیم است. کعبه، زمزم، مقام ابراهیم، طواف، صفا، مروه، جمرات، مزدلفه و عرفات، همه یادگار ابراهیم علیه السلام هستند. ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین. الله متعال نامیده از شما رو هو سماکم المسلمین من قبل از این و فی هذا، و در این کتاب قرآن الله شما رو مسلمان نامیده است. ما یک نام داریم، مسلمانیم، نامی که ما رو جمع میکنه کنار هم، از هر گوشه دنیا، از هر رنگ، از هر جنس، از هر ملیت و قوم. و تا وقتی که نام ما مسلمان است، موفقیم، متحدیم. و هر وقت که نام دیگری یافتیم، آغاز شکست ماست. مسلمانیم. نام هایی که عده‌ای از روی قوم برای خود انتخاب کردن، قبل از اینکه مسلمان باشه فلان قوم و فلان طایفه و فلان حزب است، بعد مسلمان است، این نشان جهالت است. این در دین ما جایی نداره. هو سماکم المسلمین، الله شما رو مسلمان نامیده است. هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا، قبل از قرآن در کتاب های دیگر آسمانی و در این کتاب یک نام ما داریم، اون هم مسلمانیم. ما فرزند اسلامیم. طایفه ما، قوم ما، حزب ما، اسم ما اسلام است و مسلمانیم. ما خود رو باید مسلمان بدانیم. هر وقت
رمز اتحاد و یک پارچگی ما مسلمان بودن ما بود. دلیل اتحاد ما مسلمان بودن بود. موفقیم. اون موقع هر کجای دنیا که باشی تو برادر و خواهر مسلمان منی و من برادر مسلمان تو و اون موقع موفقیم. اگر غیر از این شد که قبل از این که مسلمان باشیم اتحاد ما به خاطر عرب بودن و عجم بودن و سرخ بودن و سفید بودن و سیاه بودن ما بود، به خاطر اینکه این از حزب ماست اون از حزب ما نیست، این از طایفه ماست اون از طایفه ما نیست، اگر معیار این شد موقع شکست میخوریم. در حج موفقیم چون همه ما مسلمانیم، چون همه ما یک لباس داریم، یک کفن پوشیدیم، یک شعار داریم، یک مکان عبادی داریم، یک مسیر داریم، یک رهبر داریم، یک پدر داریم، ملت ابیکم ابراهیم، و یک اعتقاد و باور داریم. رمز موفقیت ما در اسلام ماست. هر وقت به اسلام روی کردیم و هر چقدر معیار اتحاد ما اسلام بود همونقدر موفقیم و هر چقدر از این معیار فاصله گرفتیم همونقدر شکست میخوریم و تاریخ گواه است. تا وقتی ما مسلمان بودیم بر عالم حکمرانی کردیم و وقتی که به قومیت ها و ملیت ها و کشورها و مرزها تقسیم شدیم، ذلیل شدیم و خوار شدیم و سرشکسته شدیم. هو سماکم المسلمین من قبل. من تو فقط یک اسم داریم و اون مسلمان بودن است. فراموش نکن. این اسم توست، این شناسنامه توست، این لقب توست. از این دور نشو که شکست میخوری. هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا لیکون الرسول علیکم شهیدا، تا باشد که پیامبر محمد مصطفی علیه السلام شاهد باشد بر شما که ابلاغ کرده بر شما رسالتش رو، و تکونوا شهداء علی الناس، و شما هم ای پیروان محمد علیه السلام در قیامت شهادت خواهید داد بر مردم، بر ملت‌های دیگر که پیامبرانشان دعوتشان را به آنها رسانده است. چرا که الله متعال در قرآن برای شما ذکر کرد داستان انبیای گذشته را و شما باور دارید که انبیای گذشته ندای توحید رو به ملت‌های خود رساندن و روز قیامت شما شهادت میدید بر قوم‌های مختلف که پیامبر شما ندای توحید رو به شما رسانده است و شهادت میدید که انبیای الهی ندای توحید رو به اقوامشان رساندن. چرا که الله در قرآن برای شما این حقیقت رو بیان کرد. لیکون الرسول شهیدا علیکم و تکونوا شهداء علی الناس فاقیموا الصلاة. آخرین جملات حج. فاقیموا الصلاة، نمازتون رو برپا دارید، و اتو زکات، زکاتتون رو پرداخت کنید، و اعتصموا بالله، چنگ بزنید بر اسمان الله متعال. همه گرد این حقیقت جمع بشید. الله یک شی، توحید. هو مولاکم، او مولای شماست، سرپرست شماست، آقا و یاور شماست. فنعم المولا، چه مولای خوبی است، چه سرپرست و حامی خوبی است. و نعم النصیر، و چه یاور خوبی است. به الله، دینش، کتابش و پیامبرش چنگ زنید تا موفق باشید که الله بهترین مولاست و بهترین یاور است. این درس حج است. اتحاد، یک دستی، یک پارچگی حول محور اسلام، عقیده، الله، توحید. تا وقتی این گونه باشیم موفقیم. هر چقدر از این درس ها فاصله بگیریم ضربه اون رو در دنیا خواهیم خورد. به فضل الله متعال سفر حج رو در سوره حج به همراه شما عزیزان به پایان رساندیم. امیدواریم که الله متعال به ما و شما توفیق عمل به این آیات و کل آیات قرآن کریم عطا بفرماید. در برنامه بعد اگر عمری باقی بود و لقا و بقا مقدر بود، سوره مبارکه مؤمنون آغاز جزء 18 رو به همراه شما عزیزان خواهیم داشت. از اینکه تا این لحظه برنامه خود یاری کردید نهایت سپاس رو دارم و در پایان از الله متعال برای همه گذشتگان بخشش، رحمت و مغفرت، برای خود استقامت بر مسیر توحید تا آخرین لحظه حیات و حسن خاتمه رو خواهانم. حسن ختام برنامه ما تلاوت این آیات خواهد بود با صدای زیبای شیخ احمد النفیس یا نفیس از جوانان کویت. الله یارو نگهدار شما. بالقرآن نحيا، بالقرآن نحيا،
ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا إخوتي يا من حفظتم نص دستور السماء رتلوه واحفظوه تسعدوا يا أوفياء رتلوه في قيام الليل دوما بالصفاء واجعلوه ديدن القلب ومفتاح الوفاء
بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا